در مصرایش در مصرای بودم. آره یک چند تا بچهای دیگه هم بود کتیم. خب و قلعه بود. آره وطندارا بود. وطندارا و از تا قلعه از بالا قلعه از قلعه سرگینی. آره از قلعه کلوخا. قلعه کلوخا کره. آره از قلعه مومینایشان. خب آره از کل قلعه بوده آره اونجا. بچهای جمعگل هم کتیم بود. خب بچهای جمعگل. آره جمعگل کٹر هم گوی. آره جمعگل کٹر هم آقاش گوی. که اینجا مدخت پلان مدخت. خب آقاش پلان مدختره. سلاطه نخوری. خب روز در هفته نگردی، شب در سایه نگردی. خب دیگه پاک صفا لوگریستی. پاک صفا لوگریستی دیگه. خب یا خدا مهربان است. آره خدا مهربان است. اینا توفگه کم خواه ورده و بیارک. بخشت یک توفه آوردم. آره گفتم که یک گشت اگه میته ما یادت آمدم. سعی کنی سن توفه ما یادت بیام. آره دیگه در غیر از ماشم که یادت خواه آمدم یا نه خواه نه آمدم. در یادم مو باشی دایم در یادم مو باشی بیاره کره خدا تا از یادم نبره. و صدقه سرت شوم که تک خدایی و جره کلات شوم. یک وطندارای ما و شما در تیاره شده بوده. خب تیاره که اول پرواز میکنه و دخترها میایه که کمربندهای تا نماکم کنین. وطندار ما و شما خسته خوراک از ما خوی زاربند. یا سر از لوگر آمد کابل می آمد. در آن موتر خراب شد. خب در آن موتر خراب شد. یک دفعه می هیچ کسی نگفت. یک دفعه یک زن از این پسر صدا کرد دقیقه خدا شوی بلا در صورت که گفت او خاله چی میگوی تو بخشی دو میزنی گفت یه نه موتر خراب کردی خود تو در اونوش نیتا کار داشتی ای دیگه از بخشی تیتا مکدی. چطور خدا باید قرار گرفته ای؟ نه آره یک کس همی تو میل رسید. یک پیرزن نوستش گفت چی میکنی بیبی؟ گفت بچه مدسه میزنم. گفت خیلی که صداش؟ گفت بچه صداش در لرزه موندیم. او یک اسکر میگه در قطر رخصت نمیداد. یک دانه بم به دستیر در یک پاکتک جور کد رایی کد بخشی بیبی خود. گفت بیبی جان مرا در خط نوشته کد که مرا رخصت نمیتن. اگه میخوایی که مرا رخصت بتن اینمی حلقه را کش کن. وی بیبی صدقه سرت شو 1000 دفعه خود کشش کنم کمی کش کد غرم شد بیبی جای به جای مرد. بعد از او اسکر گفت بیبی مرد مرا رخصت بتن که میرم. اینا باز گلدانی موگن چی موگن؟ آره اینا گلدانیش میگن. آره برای نو بچم گلدانی رو بیار. باز ما در خانه کمرباری کش موگن. خب بیا اون لبش میگی اون لبش میگی خنده که سینما میکنی من میگم سرمارش خند میده. میگه کدام دختر در سر نماز به خاطر مشی گریان میکرد دعا میکرد. دعا کرد که خدا جان خداوندا دلم را شاد کردن از این غم ها مرا آزاد کردن خداوندا قسم بر چیتان پدر و صاحب داماد کردن. در خوردانا چه خوشت مایه بیارد؟ ما زیادتر شوروا رو خوش دارم. خب نه شوروا زیاد خوش زود خلاص نمیشه. زود خلاص نمیشه. یکی را گفتن 3 میوه را نامشه بگی که آخرش سین داشته باشه. گفتی که آسان گپ است. سیبس، ناکس، انگورس. یک دختره که گفت بچیم اول تو مکتب میخونی یا تو را یک شوی بتم. خب والا گفت پدر این مکتب که میخوانم بیاز ناکام میمانم دیگه تو خودت میفهمی کار دیگه. کجاستی؟ خواستی بیدار نشست خمار سیگریت میزنی نسوار پیاده است سوار از این گپ دیو بیادر جان لط برآمدی برو بپوش یک 1000. تمی لودا نامزاد شده بود. جنگ میمان ما خلاص نمیتانم. این لودا نامزاد شده بود. این پدرش هم هیچ وقت بچه‌م خانه خسرو رفت یک ذره گرنگ بشی گپای خوب ده گپای کلان ده که بعد از باز سبک گپ نزنی. این گفت خب وقتی رفت خسروش گفت بچه‌م خوش آمدی بخیر آمدی در موتر آمدی. گفت نه تو تیاره. او خسروش گفت هیچ رقم آدم در تیاره آمدم. گفت او بچه سیگرت مگرت خود نمیزنی انشالله. گفت نه کاکا تریاک میزنم من.
گفت والا دخترم خود در بدر شد. یه دفعه بچه سلفه کرد. گفت بچه این فکر کنم زکام هم هستی. گفت نه کوکو سرطان دارم.